در تاریخ 2 مارس سال 2010 سازمان دانشجویان بلوچ BSO آزاد در دانشگاه مهندسی خضدار بلوچستان شرقی همایشی در ادامه سلسله معرفی فرهنگ بلوچ برگزار کردند. اما حکومت این همایش را نیز از نگاه امنیتی دیده و بدان یورش برد. در جریان حمله و یورش نیروهای ارتشی 2 دانشجوی بلوچ به نامهای جنید بلوچ و سکندر بلوچ کشته و بنابر آمار سازمان دانشجویان 35 نفر دیگر زخمی شدند. پس از این واقعه سازمان دانشجویان بلوچ آزاد در پاکستان یک سازمان ممنوعه اعلام شد و رهبران آن یکی بعد از دیگری بازداشت شدند. همین مسئله شراره‌ای شد در دل بلوچ‌ها در سرتاسر جهان تا مسیر سازمان دانشجویان بلوچ را ادامه دهند. از آن سال به بعد این روز به عنوان بلوچ 2 ربیع روز یا روز جهانی فرهنگ بلوچ شناخته شد. روز جهانی بدین معنا که بلوچ‌ها در سرتاسر جهان این روز را جشن گرفته و گرامی می‌دارند. در سالهای اخیر روز ملی و جهانی فرهنگ بلوچ نسبتاً در پاکستان نیز به رسمیت شناخته شد. رسانه‌های پاکستانی مسئولان حکومتی که تا پیش از آن با هدف ممانعت از این روز اقدام کرده بودند، وقتی جهانی شدن این روز را دیدند، دیگر ممانعتی به وجود نیاوردند. همکنون این روز در بلوچستان غربی، شرقی و شمالی، کشور بحرین، عمان، امارات، سعودی و همه کشورهایی که بلوچ‌ها در آنجا زندگی می‌کنند گرامی داشته می‌شود. اهمیت لزوم گرامی داشته روز فرهنگ بلوچ در بلوچستان غربی شاید بیشتر از کشورهای دیگر باشد، چرا که در طول 2 دوره حکومت پهلوی‌ها و جمهوری اسلامی سیاست آسمیله کردن فرهنگی و یکسانسازی هویتی به شکل جدی در جریان بوده است. از این رو بسیار مهم است که فعالان، هنرمندان، دانشجویان، علما، نخبگان، معلمان و اساتید دانشگاه، زن و مرد و شهری و روستایی یک صدا برای تقویت هویتشان تلاش کنند و در این راه برای گرامی داشت روز جهانی فرهنگ بلوچ از هیچ کوششی دریغ نکنند که این اقدام فرهنگی باعث قوت گرفتن و توانمندی و شکوفایی ملت بلوچ خواهد شد.